سلام دوستان عزیز، بازم لطیف مهربان هستم در خدمت شما دوستان. امروز دوستا به شما من نشان میدم چه قسم شما میتونین یک ویدیویتون به خود چینل یوتیوبتون اپلود کنین. خب دوستا، شروع از پیش از همه شما باید اول کار کنین که به چینل خود یوتیوبتون لاگین کنین. قسم میبینین فقط بالا میرین یوتیوب نوشته میکنین، یوتیوب که نوشته شد دست راست ایجا مین بود براتون میگه که لاگین. فقط کلیک کو بین ایمیل و پاسوردتون بتین باز به این صفحه به شما ظاهر میشه. قسمی که صفحه مود باز اینجا ما شما نشون میدم حالا چه قسم بتونین ویدیو خود اپلود کنین. میین اینا فشار میتین اپلود. ببینید دوستان، صفحه اپلود که مود باز اینا فشار بدین. اینجا دوستا شما ویدیوی خود انتخاب میکنین. قسمی که شما میبینید ویدیو من در دسکتاپ است، من میلادر از در دسکتاپ خود ویدیو خود پیدا میکنم دوستا. اینه امیر پیدا که دیر انتخاب کنید دوستا. اینجا برش من به ویدیو خود چی میتین نام میتین. قسمی که دیدین ما بهش نام دادیم و بعد از این شما میتونین ایره چینل برش انتخاب کنین. اینجا ما برش دوستا میتونم چینل نام چینل خود میتونم برش کرییت چینل. ارننگ ویدیو من نام برش دادم دوستا. این دیگه اتومات دی دوستا خودش اپلود میشه دمی چینلم. اینجا با دسکریپشن میتونید خصوصیات ویدیو تانه که ویدیو تان در مورد چی هسته یا کدام وبسایت دارین میتونین آدرس وبسایت تان بتین. اینجا میتونین تگ کنین. خب تگ دلت شما که میکنین یا نمیکنین دوستا. اینجا میرین دوستا این پابلیک اگه انتخاب شد باز هر نفر میتونه ببینه. انلیستد انتخاب نکنین، پرایوت هم انتخاب نکنین، اسکیجولد هم انتخاب نکنین، فقط پابلیک انتخاب کنین. پابلیک بهتر است که هر نفری رو ببینه دوستا. این فقط اینجا باز میتونین نوشتی دوستا که برش خود با ویدیویتون یک عکس بعد دل خود یا با خواهش خود با انتخاب کنین. این قسم که دیدین من ویدیو رو پیکچر باش انتخاب کردم که چگونه آنلاین پول به دست بیاوریم. درسته دوستا؟ این گفتین فقط اینجا پابلش میگین. خب دوستا برای یک لحظه من ویدیو رو انشالله باز میکنم که تا ویدیو ما اپلود شد باز من شما رو بعدش هم نشان میدم. خب دوستا، قسمی که میبینین ویدیو ما اپلود شد. حالا ما ویدیو خود چه قسم چک کنید اینجا به شما نشون میدم. این ما چینل میای این دیگه ویدیوتون اپلود میشه بعدی بعد میتونین مانیتایز کنین. بعد ما کل طریقا رو به شما دوستان نشون میدم. شما فقط کار کنین که فقط با چینل سابسکرایب کنین. ان شاء الله کل طریقا براتون نشون میدم. تشکر. ان شاء الله دوستا وقت خوش داشته باشین.